تو جلسه دوم میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چطوری بلاگمون رو نشون بدیم توی قالبمون. حالا برای نشون دادن قالب، برای نشون دادن تاکسونومی پست باید چند تا نوشته ایجاد کنیم. نوشته ها میدونید دیگه تاکسونومیشون پست حساب میشه. من 4 تا نوشته تازه میزنم. ببینید پست نیو، یعنی تاکسونومی ما اینجا پسته، نوع کارمون پسته اینجا، یا همون پست های بلاگی اصطلاحاً. اینطوری بهتر میتونید تفاوتش رو متوجه شید. خب من میام اینجا می نویسم تست 1 متن 1 انتشارش رو میزنم. تست 2 متن تست 2 انتشارش رو میزنم. میام اینجا تست 3 متن تست 3 انتشارش رو میزنی. میایم تست 4 متن تست 4 انتشارش میزنی. الان اینجا 4 تا پست ایجاد کردیم اصطلاحاً. خب ببخشید، عرضم خدمتون که من اینا رو میبندم. الان میایم روی همه نوشته ها. خب میبینید ما اینجا 4 تا 5 تا پست داریم، تاکسونومی پست. برای اینکه بخوایم اینا رو نشون بدیم باید بیایم توی صفحه ایندکس. خب یه تگ پی اچ پی رو وا کنیم. بعد از اینکه این کارو کردیم یه حلقه وایل می نویسیم. وایل رو دیگه میدونید دیگه یعنی چی. حالا بهتون میگم جلوتر. میگیم while have post while have post یعنی چی؟ یعنی مادامی که پست داشت بیا بگو اکو کن تست رو، اکو کن تست. خب بیایم ببینیم چی بهمون نشون میده. ببین تا اون موقعی که پست داره برامون همینطوری داره تست رو میگیره. حالا من اینو میبندم که برنامه تکرار نشه، چون توی لوپ عملا. به خاطر اینه که توی این لوپ هر بار که، یعنی تا اون موقعی که پست باشه دیگه وایل رو میشناسید دیگه، تست رو برامون اکو میکنه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید عملا یه کاری بکنیم که پست هایی که اگر پست داشتیم پست ها رو بهمون نشون بده. خب چیکار میکنیم؟ میایم اینجا میگیم اگر پستی وجود داشت، میگه مادامی که پستی وجود داشت، یا همون انگلیسیش رو اگه بدونید خیلی قشنگه، میگه while have a post. میگه اصلا هنگامی که پست وجود داشت یا پست داشت بیا چیکار کن؟ بیا پست رو برای ما پرینت کن. خب الان من اینجا دوباره بازدید سایت رو که بزنم، چرا برامون نیاورد؟ ببینیم چرا واسمون این کار رو نکرد. خب بذار من تگ پی اچ پی رو ببندم، اینجا یه h2 وا کنم، هلو بزنیم ببینیم چی میاد. دوباره اینجا تگ پی اچ پی رو میبندم و خب ببین الان اینجا چند تا 2 4 5 تا برامون هلو نوشته. اینا یعنی چی؟ یعنی ما اینجا 5 تا پست داریم. خب خیلی راحت اومدیم با اینکه مثلا نشون دادیم که گفتیم اگر پستی داری بیا د پست رو برای ما به نمایش بذار و به جای د پست هلو رو بنویس. خب همینطوری اومدیم گفتیم 5 تا اصطلاحاً برامون پست پرینت کن یا همون هلو پرینت کن. حالا چون اینا ما هنوز اسم و تایتل و تکست و دسکریپشن و اینجور چیزاشو نگرفتیم، فقط به همون
داره پست رو نشون میده. برای اینکه بخوایم مثلا بگیم the post، میگیم تا زمانی که پست داریم و این پست ها رو برامون اکو کن برای هر پست. اینجا میتونیم بگیم عرضم خدمت شما که تگ باز PHP بگیم، تگ بستش هم بزنیم، بگیم مثلا the title، اشتباه نکنم بگیم the title رو برامون H2 کن. ببین هر کدوم از تایتل ها رو اینجا برای ما به نمایش گذاشتن. خیلی جالب. 1 تا 4 اینم سلام دنیا. خب برای اینکه کانتنتش هم بگیریم میایم اینجا میگیم مادامی که پست داری تایتلش رو هم دیسکریپشنش رو هم اگه اشتباه نکنم میشه description. اینجا description رو هم برامون به نمایش بذار. خب میگه که من همچین فانکشنی رو پیدا نمیکنم، undefined. برای اینکه undefined یعنی که این description همچین فانکشن اصلا ما براش نداریم. خود وردپرس همچین اروری ازمون گرفته. پس این فانکشن درستی نیست. برای نوشتن فانکشن درست میتونیم سرچ کنیم یا میتونیم از قبل هم بدونیم. خب اگه description نباشه میتونیم مثلا کانتنت رو تست کنیم. the content ببینیم برامون چی میاره. ببین هر کدوم از پست ها هم تایتلش هم متنش اومده. حالا بذارید من یه HR هم بزنم که اینا رو از هم جدا کنیم. خب ببینید به همین راحتی تونستیم یه پست رو ایجاد کنیم و عنوان و متن دسکریپشنش رو عرضم خدمتتون که نشون بدیم. مسئله‌ای که الان وجود داره اینجاست که ما نیاز داریم مثلا روی هر کدوم از این تکست ها که کلیک میشه، الان یه دونه اینجا این HRش داد، HR باید زیر هر کدوم از اینا بخوره. ببین 2 با متنش، 1 با متنش. حالا ما میتونیم به هر کدوم از اینا یه لینک هم بدیم. حتی چجوری؟ میایم اینجا میگیم اگر میایم اینو H2 تایتل رو توی تگ A میذاریم و میگیم PHP بازو بسته که اشتباه نکنم permalink permalink رو که بذاریم این A رو هم انتهای این تایتل میذاریم. خب ببین الان اینا هر کدوم لینکه. این پایین رو دقت کنید اینجا ببین الان تست 2 خودش یه لینک داره، سلام دنیا خودش یه لینک داره. هر کدوم از اینا یه دونه لینک داره که وقتی روشون کلیک کنی میری داخل همون مقاله یا همون بلاگ. این یکی از مهمترین مسائلیه که باید در موردش بدونید. یعنی این خود این لینک یه لینک یونیکه که باز بعداً بهتون میگم چطوری میتونید این لینک رو تغییر بدید و وقتی که مثلا روی تکست 2 زدید، الان مثلا ما تکست 2 رو که بزنیم متن رو ببینیم و جزئیات اون متن یا عنوان رو ببینیم. اینا رو همش رو توی جلسات آینده در موردش صحبت میکنیم. توی جلسه بعدی میریم سراغ هدر و فوتر که هدر و فوتر چطوری تعریف میشه و چطوری میتونیم هدر و فوتر سایتمون رو داشته باشیم. ولی قبلش بهتره که این نکته رو بهتون بگم. ما اینجا باید 2 تا توی فایل قالبمون باید 2 تا عرضم خدمتتون که فایل PHP بسازیم. فایل اول PHP سینگل شو بهمون نشون. این قانون وردپرسه. این اصلا چیزی نیست که من از خودم در آورده باشم. سینگل PHP چی میگه؟ میگه که هر چی مقاله داشته باشی من توی این سینگل بهت نشون میدم. الان اگه رفرش کنیم مثلا بزنیم رو 4 میبینی هیچ چی دیگه نمیبینیم. چرا؟ چون از اینجا به بعد داره توی سینگل لود میشه. الان مثلا من میزنم تست بلاگ، تست سینگل بلاگ. خب میبینی الان روی هر کدوم از اینا من بزنم تست سینگل بلاگ رو میبینیم.
چرا؟ چون مقالاتمون همه‌شون دارن از تست سینگل بلاگ لود میشن. یعنی ما توی قالبمون یه فایل دیگه الان به علاوه بقیه فایل‌ها ایجاد کردیم به اسم سینگل. هر وقت روی یک مقاله، یک لینک مقالمون با تایپ پست، دوستان اینجا تاکسونومی پسته، یعنی ما الان فقط داریم در مورد تاکسونومی پست حرف میزنیم. تاکسونومی و یه تاکسونومی دیگه داریم به اسم پیج رو میدونید دیگه، یعنی شما قطعا تفاوت بین پست و پیج رو میدونید. پست ها شامل بلاگ های ما هستن و عرضم خدمتتون که پیج ها اون مثلا یه چیزی مثل هوم پیج جزو پیج ماست، یه چیزی مثلا مثل کانتکت آس جزو پیج ماست، about آس جزو پیج ما حساب میشه و اینجور چیزا. اینا پیجن، ولی وقتی ما یه سینگل بلاگی ایجاد میکنیم اینا جزو تاکسونومی پست محسوب میشه. توی تاکسونومی پست اگر دقت کرده باشید فقط سینگل لود کردنش رو بر عهده میگیره، ولی اگه بخوایم تاکسونومی پیج رو لود کنیم باید دوباره یک بخشی بسازیم، یک فایل PHP بسازیم به اسم page.php. توی این صفحه هر پیجی که داشته باشیم رو میتونیم لود کنیم. خب و این دوتا تاکسونومی تفاوتایی که داشتن و باید بهتون میگفتم که بدونید اوضاع از چه قراره. پس در نتیجه ما بلاگامون توی single.php لود میشن و پیج هامون توی page.php. توی درس بعدی میریم سراغ هدر و فوتر، ببینیم چطوری میتونیم هدر و فوتر سایت رو مثل این سینگل، مثل این پیجی که ایجاد کردیم با هم دیگه درست کنیم. خیلی مخلصیم.